چرخ فلک دور میزند. عمر آدمی باشد مثل آن میگذرد و سالها عصرها گذشته امروزی ما به تاریخ عوض می شود. گذشته را تاریخ میگویند. آخر تاریخ از واقعه، حادثه، روایت و فسانه ها غنی است. صوفی کهن نیز در کنار خود اسرار زیادی تاریخ را نهان دارد. قلعه یکی از دهه‌های باستانی صوفی کهن بوده از جانب راشدان آید در درآمدگاه واحه سوخ، یعنی پس از دهه غزناب جایگیر است. موافق روایت ها در این ده قلعه خردکک دیدبان موجود بوده است، یعنی در دوره شاه قهقه از دیدبان این قلعه پاسبانان اطراف را نظاره کرده از آمدن دشمن و یا خف دیگر توسط افروختن آتش به قلعه قوی خبر می دادند. در این دهه باستانی واحه سوخ شریف جایهای مقدس و تاریخی بسیار است. یکی از آن شیخ کلوله می باشد که بعضا آن را شیخ کلالان نیز می نامند. مزار شیخ کلوله در سر راه درآمدگاه دهه قلعه در قسم چپ راه بین دهه‌های طول و قلعه جایگیر است. خوشچینان خرمنی سخن نقل می کنند که به اینجا قدم یکی از عزیز و اولیاها شیخ کلالان رسیده است و آن کس بر حیات بودند. از این رو کسی که با دل راست و نیت پاک این جای مقدس را زیارت کند به مقصود خیش می رسد. مزار شیخ کلوله میگن. اصلا شیخ کلالان، کلاله شیخوشان، کلاله پیرهوشان جا گرشه اینجا. پیرهای استقامت کرده انا همجا جا گرشه. عزیز پیرهای کلاله ها همجا جا گرشه. او سنا کرده شیخ کلوله گفته مونده. کلوله شیخ بودم با همجا شیخ کلوله بودم با شیخ کلالان شیخ کلوله. مزار شیخ کلوله بو گفته یو همین که مونده اصلا شیخ کلالان کلاله های پیرهوشان اینجا استقامت کرده اینجا زندگانی کرده. اینجا قلعه اصلش عزیز اولیاء جوش پیر و پیشوای جوش برای همین همجا ننوی زندگانی کرده. از روی گفته های مصاحب ما معلوم می گردد که نام این مزار اصلا شیخ کلالان می باشد. با گذشت مرور زمان شاید مردم شیخ کلالان را شیخ کلوله نامیده باشند، ولی در بین مردم باز یک روایتی هست که آن گفته های مصاحب ما را انکار می کند. یعنی نام مزار شیخ کلالان اصلا شیخ کلوله می باشد. کدام از این حقیقت است؟ دقت ما را بیشتر جواب این سوال به خود جلب می ساخت. از این رو با یک چند دانندگان تاریخ و موسفیدان همدان هم صحبت شدیم. اکثریت آنها می گفتند که این شیخ کلوله است، چون که در اینجا شیخ سیاه رنگ کلوله موجود است. موافق روایت ها حضرت علی شیر خدا با مقصد جاری نمودن دین اسلام در بین مردم آتش پرست بر ضد شاه قهقه که در همان دور دولت پرقدرت را حکمران بود هجوم می کنند. در راه پاسبانان صد راه حضرت علی می گردند، یعنی در دهه قلعه آنها بر ضد آن کس مبارزه می برند. نبرد حضرت علی با پاسبانان پرقدرت شاه قهقه یک چند روز ادامه می کند. در نبرد دوامناک کاسه صبر حضرت علی لبریز شده نعره‌زنان به بالای آنها این شیخ را هوا می دهند و این شیخ به مزار شیخ کلوله آمده می افتد و شیخ دومی که آن کس هوا می دهند به قسم راست راه بین دهه های قلعه و طول آمده می افتد. موافق روایت ها پیشنه آدم ها بسیار آدم های هزار پقوت پهلوان جسه بدگه خوزه هاشون هم اکنون همون بسیار کلام باشد در کار. موافق روایت های همون قشلاق مانده موجود بدگه همون دشمن به سنگ میپرتون که سنگ میغرانن همون سنگ قوزه کردگنده خود لوی قوزه کردگه باید سنگ به پنجه هاشون در اومده. مثلا من لوی باشد قوزه گرفتنده من جای لیلک انگشت کلان شد من پنجه من جای وای کف من اینش جای لیلک خورد
من این جای این لیلاک یک دیگه شکل همین لوی حاضر است. شکل لوینده هم گرفتم تو پرتفته مامته گویا که یکتش اومدن همجا قطعی. همین باقی ماندهش همینده این عرض که درستر بدگی که کوچه هاشده سال اینچه جدا کردگی بردگی. کلان خود اومد غلطت چیتوش با اطرافش با لوی میپرد کو خود همین خیلی حالت جاگر شدگی. اون طرف جای این انگشت کلان. در اون طرف. اینجاش من این خوردهش. من همین جای کف جای قوزه کردگی جاش سوشادگر خود همین لوی مو هم تو کردگی بین. انا کن من این یونمو من پهلوش جای انگشت کلان. جای انگشت کلان شده مونده که زمین با ما غلط ده همه شکلنده شخ شده مونده که گفتگی روایت ها هست. مصاحبی ما در ادامه سخنش گفت که در بالای مزار شخ کلوله در تخت سنگ کوهی طبیعت فسونکار تصویر اژدهای نیمتنه را کشیده است. مردم محله چنین اعتقاد دارند که اژدها آدمان را می‌خورد. بنابر آن بچه ها را به نزدیکی آن رفتن نمی‌مانند. ما در حال سوی تصویر نیمتنه اژدها رفتیم. بعد با دقت تماشا کردن آن تصویر در تعجب ماندیم. معجزه، این معجزه طبیعت است. می گفت یکی از نواربرداران ما این تصویر نیمتنه را دیده. در حقیقت معجزه است. آید تصویر اژدهای نیمتنه در بین مردم روایت موجود است. نامزاد علم تاریخ اورنبای صوفیف در این باره روایت را آورده است. در کوه اژدهای زندگی می کرده است. همین که شکمش گرسنه شود به دیه خزیده آمده هر روز یک آدم را خورده دیهات، کشتزار و باغ‌ها و خانه کوشک‌ها را به خاک یکسان و ویرانه کرده می رفته است. مردم از دست این اژدهای دهشت‌آور به داد می آیند. با مقصد به دیهات نزدیک نآوردن اژدها آنها مجبور می شوند با مصلحت هر روز با نوبت یک آدم را به طعمه اژدها به برآمدگاه دیه گرفته برند. همین ذیل از بین چندین سال ماه سپری می شود. در دیهات قریب که یگان جان زنده نمی ماند. در آخر نوبت به فرزندان شیخ مزار شخ کلوله می رسد. شیخ آدم پاکتینت و خداجوی بوده، قابلیت فوق‌العاده داشته بودند. آن کس پسر نداشته، فقط 3 نفر دختر داشتند. چون عادت پهن شده با نوبت 2 دختر شیخ را اژدها طعمه خود کرده است. نوبت به دختر سیومین شیخ که فرزند آخرین و یکی و یگانه مانده به قول نگاه دارنده چراغ خاندان بعد شیخ بود می رسد. انا بعد چند لحظه های بشمار اژدهای خونخوار از پس کوه پیدا شده می آید و طعمه امروزه اش را به کام خود فرا می برد. از دور از آغوش کوه چنگ و خاک را به آسمان برداشته سنگ و خسها را غیلانیده شو کنان اژدهای آدمخور نیز آمده ایستاده است. 2 چشمانش از کاسه‌خانه سرش برآمده دهانش کلان کشاده شده است. از دهانش آتش سوزان گویا زبانه میزد. از هیبت دهشتناک اژدهای از دل کوه به سوی پایان فرآمده ایستاده دختر شیخ ترسیده از خود می رود. این لحظه طاقت فرسا را شیخ دیده فرزند دلبندشان را به آغوش خود محکم زیر کرده با 2 چشم گریان به پروردگار عالم التجا می کنند. ای پروردگار سخی و همدان و همبین، این چه قسمت است؟ در دنیا همه جانزادها را آفریده و رزقشان را داده ای. در قطار آنها ما بندگانت را آفریدی و باز بسر ما این مخلوقات را که همه جای را ویرانه و به خاک یکسان کرده در دیهات یگان جان زنده را نگذاشت آفریده ای. آخر فرزندم که امید و آرزوهایم در دل او نقش بسته بود به کام اژدها رفته ایستاده است. خداوندا مگر از این قسمت راه خلاصی نداری؟ این مخلوق خونخوارت مگر با دیگر چیزها سیر نمی شود؟ کاش که این مخلوق شخ شده می ماند. خداوندا بندگانت را در پناهت نگه دار. روایت می کنند که این ناله شیخ پیرمرد گویا به عرش اعلا رسیده است. با فرمان پروردگار عالم
همین لحظه معجزه روی می دهد و اژدهای به پایان خزیده آمده ایستاده نعره جانکاه می کشد و به عقیب بر می گردد. گویا اژدها راه گریز را پیش می گیرد، ولی و کاواکی دهانش خاک و ریگ کوهسار پر شده قسم سرش زیر قعر کوه فرو می رود و در همان حالت شق شده به سنگ تبدیل می یابد. شیخ از دختر حیات مانده شان نبیره و ابیره های زیاد می بینند. در دیه باشد باز آبادی و خرمی حکمران می گردد. از همان وقت سر کرده تا حالا این تنه شق شده اژدها در بین مردم با نام شخ اژدها باقی مانده است. وقتی که ما از ایجادکار نامه رحیمبردی تاشمتوف آید دیگر جایهای تاریخی پرسان شدیم، گفت در دامنه کوه سرخ از دیه تخمینا 2.5-3 کیلومتر درونتر کوه آش موجود است. از او خواهش کردیم که ما را به آنجا برد. راضی شد. بعد 1.5 کیلومتر مسافه را طی کردن کوه آش نمودار گشت. از دورگویا اهرام های مصر را میماند. چون نزدیکتر رفتیم تصویر آن ما را باری دیگر در تعجب گذاشت. عزیزان، شما نیز با دقت اعتبار دهید. این گویا تصویر آش در طبق ایستاده که در بالایش گوشت دارد. ها، طبیعت افسونکار خیلی خوب نقاشی کرده است. این هم معجزه طبیعت است. ما همراه رحیمبرد تاشمتوف به کوه آش برآمدیم. از روی گفته های مصاحبمان آید کوه آش چنین روایتی هست: در زمانهای خیلی قدیم یاوه‌های راهزن به دیه حمله کرده مال خلق را تار و مار می کردند. بعد غون کردن مال و منال با راه حرام راهزنها به کوه سرخ آمده عیش و عشرت می کردند. روزی آنها باز به دیه حمله کرده مال خلق را گرفته می برند. اهل دیه به داد آمده به باششگاه آنها حمله می کنند. راهزنها اکنون آش را کشیده خوردنی بودند. از هجوم نابهنگام مردم دیه راهزنها می گریزند. یکی از موی سفیدان دعای بد می کند که چیزی یافتگی و خوردگی این راهزنها به سنگ تبدیل یابد. دعای بد این پیرمرد را پروردگار به درگاهش قبول می کند و آش آنها را به سنگچه های سرخ ولی ملائم تبدیل می دهد. از همان روز عبارتاً مردم دیه اینجا را کوه آش می نامند. راهزنها آدم‌های چیزاشون کشیده گرفته با اگر آشان به هجوم کرده سونا انا همینجا اومده مصلحت کرده ششته اوش دم که انا همینجا هم معیشت که اوش خودم اشته بدین. اگه میگم که بعضی آدم‌ها میگن که این همون اوش تیار که تپاش به گوشت حال ریزه کنه و دستگیر نشده آدم‌ها اومده میمونن و اینها اوش پرتوفته میگریزه. نتیجه این اوش هم خیلی شخ شده موندگی. گفتگی روایته با دیگه خیلی روایت های هم حیات سکن پرسون میشد. اگه بینید حقانه مانند من این دانه های گرنجش هم مانند ده من اینش هم خودش هم خیلی گوشتش های